الحمدلله نیروز در باغ خرما قرار داریم 8 فوریه ای اینا دو گروه در اینجا ایستادگان سه گروه علاقه در ششتا خورده است نه چهارم گروه همراه خودم اومدیم الحمدلله از ان شاء الله کی گذرنشین نکو امی یک لو گذشته شتنگره الحمدلله کی همه با خرما دا خوراک آماده کردیم دسترخوان آماده کردیم جا آماده کردیم برای حاجی‌ها گذارین الحمدلله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته همه یمی حاجی شرکتی رمضان تور قریب 200 تا حاجی های 200 تا حاجی های الحمدلله 4 تا گروه های بسم الله الرحمن الرحیم همه حاجی ها الک عجب وجه شدن السلام علیکم و رحمت الله خوش آمدین اما کسا خوش آمده حاجی ها گذار دست شینه شما در بین زنه کچ میشنین نه خوشمای سی گذارین ما الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يقولون إلا كذبا سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شبانی همین حاجی های محترم حاجی های حاضرین حاجی های عزیز پروردگار خداوند و گذشتگان و غریقی رحمت شویسته جنت بگردان و پروردگار حجهای ما را حجهای مقبول سعیهای ما را سعیهای مشکور و ذنبهای ما را ذنبهای مغفور بگرداند آمین یا رب العالمین. А как нужно себя вести у Аллаха? На данный момент мы являемся гостями Аллаха. Мы должны соответствовать это. Мы должны заслужить это. Большое паломничество. Тот, кто совершает малое паломничество, тех Аллах Субханаху ва Тааля избрал. Выбирает каждого из них. Для этого Субханаху ва Тааля дарует им. И дальше мира. Пока есть такая возможность, может для некоторых из нас это будет последнее посещение. Аль-Умрату, то есть... Хотели еще по-узбекски говорить, здесь есть наши узбеки долу, да? Давай, иншаллах. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekan, haj qilinglar, umra qilinglar. Zeroki bu ikkisi o't, gulxan, oltin, kumushni qanday kirini ketkizsa, prosim. خب حاجیای محترم یک بار دیگه خوش آمدین همتون از نام تمام مسئولین شرکت رمضان تور یک بار دیگه همتون خوش آمدید میگم الحمدلله که امروز ما الله لایق دی در این گویم که یک مزرعه یک جای استراحتی جمع شدیم هر جای دکی هر جای دکی امی یگام گفتیم که پا یگام تحفه باشه یگام اینترس باشه همون چیز در خاطر انسان میمونه همین خلاصه طبیعت انسانی همین خیلی آفریده شده گرد همون سخن همون موضوع در خاطرتان میمونه به همین خاطر ما نیز یک گروه توفا هم برای مردها و هم برای زنها آماده کردگیم انشاءالله حاضر سوال جواب میشه سوال جواب بیرون از موضوعهایی که شما علاقه گذراندین بیرون از سخنهایی که ما علاقه گپ زدیم بیرون اول نیست همش در داخل همین سفر عمره شما ما علاقه این سخنها را گفتگیم علاقه در این موضوع ها گپ زدگن راه بلدان در وقتی زیارت مزارات مکه رفتن زیارت مزارات شهر طائف رفتن در وقتی درس ها در وقتی در داخل مسجد الحرم گشتن علاقه ما این سخن ها را گفتگیم همتون شنیدگین ولی متاسفانه بعضی ممکن در خاطرت موندگی نباشه ماشاءالله Будет таваф делать. Потом, после тавафа выходит человек из ихрама. Саи тоже является обязательным. Во время умры является обязательным, да? И во время хаджа является обязательным. Когда мы говорим обязательно, имеется в виду и ваджиб, и фард. Ваджиб и фард. Потому что в нашем мазхабе, если есть разница между ваджибом и фард, то в других мазхабах нет разницы. Ваджиб это обязательно, фард тоже обязательно. Дальше, после саи, после, скажем, пробежки между Сафой и Марвой, остается что? Бритья головы. Нет, бритья головы. Голову бреем,
И все, выходим из ихрама, получается. Бисмиллахир-рахманир-рахим. بهترین سوال ها و بهترین جواب ها هم انشاءالله که از جانب حاجی های محترم شده است. خب در مورد دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتیم و در مورد پسرهاشون، پسرهای رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابراهیم قاسم سوال های دیگر این که همه اکل دست برداشتن. اول از آنها میپرسیم در دوام خدمت رسانی های شرکت رمضان تور از جانب شرکت رمضان تور، از جانب راهبرداران و از جانب مسئولین کمبودی ها بود؟ اگر کمبودی ها باشه گپ زنین، ما در گروه های آینده اصلاح کنیم همون کمبودی ها که ما نبینیم اون چیزا، ما ندانیم ولی شده باشه همه چیز. یگان کمبودی ها یگان چی نیست؟ الحمدلله الحمدلله خدا یگان شکایت ندارین. شما راضیین از خدمت رسانی های راهبردارای گروه؟ از سلامت باشین. خوشحال علمی جشنواره را خوشحال میکنم و این سوال با این چنین در مردها را میتیم. برادرای عزیز، حاجی های محترم، در دوام خدمت رسانی ها از جانب مسئولین شرکت، از جانب ما کارگرها، از جانب برادرمون محمد جان، از جانب راهبردار یگان کمبودی ها بود؟ گپ زنیم به یگان چی؟ اگر خواهیم میکروفون هم میتیم همین خیلی گپ زنیم تا که ما اصلاحش کنیم و در دیگر گروه ها همین کمبودی ها نشوند. سلامت باشین. یگان کمبودی ها، یگان پیشنهاد ها هست، پیشنهاد ها هست از جانب شما، یگان پیشنهادی که ما همین انجام تیم نیست. الحمدلله امروز در همین شب نشینیم، همین روزه ما 187 حاجی حضور داشت و همراه گروه اکای رستم و گروه که اگر حساب کنیم شماره ما 200 نفر زیاد بود. الحمدلله 200 نفر ما در اینجا جمع آوردتون استیم و همراهتون صحبت کردیم و تحفه های آماده کردیم تا اینکه در خاطر شما همین شب نشینی ما نو خاطرمان باشه. در آخر یه بار دیگه میگم اگر یگان کمبودی ها از جانب ما شده باشه هزاران بار بخشش عذری زیاد با دعا باشیم، برای ما مسئولین دعا باشین. تمام با همین صحبت ما خلاص. اگر یگان صحبت کامنتاری از این علاوه اگه زنها دا نکن مردها صحبت میکنیم کم کم ثبت میکنیم برای چون یک پیری همه گروه همه گروه دا آدمی کلانسال شما این چی گفتن این امک جان؟ یک دور هم تین بعد برای ما یگان سخن کنین یا دعا تین. بله دعا تین. دعا دعا را خاموش کن. الهی آمین. پروردگار حاجا را قبول کنه. آمین. خدا همه قصد سخن شما بسای برای ما. الله اکبر. امک جان در دوام خدمت رسانی از جانب ما یگان کمبودی بود؟ من آوازمو نمیتونم. یک کمبودی همین که مدسستر نیست دارم گستینسه چی دختر یعنی؟ دختر اکی چیز از جانب شرکت تشکیل میشه در رمضان؟ انا همین تشکیل یگان کمبودی فقط برای ما اجازه دادگان در ماه رمضان دیگه ماهدا نیست. انشاءالله بله. مقصد دیگه خدمت رسانی همش خوب. اما چه تمام پیش میکرد خدمت رسانی چه بده کرد؟ اکا هم از 100% بود خداوند روزی نخی روزی ما سلامتی خوب گذرونده. دیدیم حاجا باشه شما با بجوری که نمیفهمیم فهمیدیم مردها نروین ولی بس رحمت کلان خداوند همین قولم همه بیا و خوب گردن سلامت باشه. شما چی میگین من؟ بهترین توصیه میتیم برای برادرها. من خیلی کنفسو گذراندم الحمدلله. من 3-4 پریز گرفتیم برادرها. انشالله خدمت رسانی رمضان تو در درجه اعلا گفتی و دیستی میگن کو انشالله. سلامت باشه. Уважаемый братья и сестры, اما شما چی گفتنی؟ финики надо, вот магазин есть, اما можете покупать. گفتنیم که یگان کمبودی نیست 100% میاداریم. کمبودی ها را گوین کمبودی وابشه نیست. روزی نه خدمت ما روزی. زنده باشه. همین قباس بود. شما چی اما کمبودی ها بود؟ اما جو ندخل کامنتاری пожалуйста.
حاجی یادخا یادخا الحمدلله همش 100% یگان کمبودی نیست. راضی باش. شما چی؟ خدمت رسانی چی بودم آنجا؟ در درجه اولی. روزی نخی. سلامت باشید. شما چی؟ سلام علیکم برادر احسان. سبب این سوال جواب دادن من این از چیزی راه بلد بود. سلامت. برای کی ما از راه بلد چی رو از همون اولی آمدن درس گرفتن. کی راه بلدتون؟ خوری هستید ماشاءالله. با همون خاطر یا برادر سوپر پریز گرفت کنی اول. خیراتش کنم میای جا گازنا. اما شما چی میگین؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران عزیز. اول الله تعالی و درگاهش حج ما را قبول بگردونه. خداوند کریم همیشه گناههای ما را همش شوشتر روی میکنه رنگی طفل که نه با دنیا میاد. خداوند کریم ما را حمایت کنه. بعد الحمدلله که همش نرمال نه یگان کمبودی نیست. ما و اولی و همه چیز دیدیم و سری بپره حج کردیم الحمدلله که ماشاءالله. تو روزی وقت نخی. اکا اسماعیل همین جا ان شاء الله یگان تا خور زاده میشه. اکا سوپر پریز گرفت کی بیا جا. دوان همتون نصیب دیدار خانه خودش بگردید. آمین. بسم الله یا رب العالمین. آمین. بیا جا امان. تو فرا پروستا تاک دو بگیری. نه من شما دا سوال میتونم کمبودی ها از جانب شرکت بود. کمبودی ها از جانب شرکت نبود. کمبودی ها از جانب شرکت نبود. شما از خدمت رسانی های رو بلد خدمت رسانی های شرکت روزی این برادر ما صاحب سوپر پریزا شده گل. از خدمت رسانی های راه بلد و خدمت رسانی شرکت خصوصا از نام خدا ما یگان خیلی باید ندارم. روزی نخی؟ روزی ماشاءالله ماشاءالله. با کی را کامنتر شگرم بچه ها یوش خدمت رسانی ها چی بود؟ ما هر دو یک کمپانی روزی نخی ای خدمت رسانی های شرکت روزی اون کمبودی ها نبود. سلامت باشین. اما پار слов пожалуйста комментария از جانب شرکت یگان کمبودی ها در دوام خدمت رسانی ها بود. شما روزین یگان کمبودی نیست. چی گفتنین؟ چی گفتنین؟ خیلی دخترخونه داشت. در رمضان انشاءالله چیزا تشکیل میکنیم. شما چی گفتنین؟ ما گفتیم شرکت شما شرکت خوب است. اون کمبودی ها هست؟ نه روزین همه سلامت باشین. انشالله از سال بود همین شرکت می. انشالله. ما نه نفر اومدگیم با می. انشالله. انشالله انشالله. سلام علیکم. سوال جواب دادم من پاداش ندادم. نداد جواب. اما صورت گرفته است. حاجی هر جا صورت گرفته استیان. خیلی میخواد انشالله که نمی 145 تا حاجی اومده گه. انا کمی وقتی که صورت گیری توندا بسته. اما کمبودی های شرکت گپ زنین. هزاران باشید یگان کمبود نیست. هزار رحمت. شما خدمت رسانی رو بلد مسئولین رمضان تور خلاصه روزین روزی است. کمبودی نیست. کمبود نیست. پیشنهاد دارین یگان پیشنهاد دارین. پیشنهاد نیست. شما چی اما؟ کمبودی واقعا نیست. الحمدلله بهترین است. الحمدلله کمبودی نیست. روزی نخی؟ سلامت باشین. پارا слов комментария. خدمت رسانی ها چی بود؟ کمبودی ها یگان چی است؟ انشالله میبینه. خوریش مو. سلام علیکم. چی گپ زنیم اکا؟ کامنتاریا رمضان تور بهترین شرکت کمپانی چی میگن؟ مو بسیار معقول شد گستنی سفر دو خدا کمش نقص. الحمدلله. راه بلد مونم بهترین راه بلد. مو همش معقول شد. سلامت باشین. شما چی؟ رمضان تور پریود با پیش فقط با پیش همیشه خورسندی شود. خلق تاجیکی ما همین چیز رسی آماسیان اما وقت تاجیکستان با پیش بهترین رمضان تور با پیش. سلامت باشین.